چهره‌های گرفته مهاجران و نزدیکان آنها روزهای اخیر چنین چهره‌ها را در نزد بانک‌های تاجیکستان زیاد دیدن ممکن است. سبب پایان روی قرب روبل است که درآمد مهاجران را با سامانه کمتر کرده است. کورسانی که بخوام همه در مقصد ضرر میرسه. مثال 20000 روید میکردن ها 3000 بالا میشه. او 3000 روید میکنه مثال 20000 روید میکنه 2900 میشه. 2950 نشد دلار دا مقصد چیز دا مو دا روبل بلند باشه روبل خوبه که 90% مردم مهاجر مو در همون روسیه مقصد زندگیشون در جای چون در اونجا کار میکنن میان زندگیشون را پیش میبرن. قرب روبل در روزهای پس شد که اکثر مهاجران به وطن برگشتند و هم در پیش جشن سال نو است. پیش از جشن نرخ‌ها بالا می رود. می خواستیم دسترخوان آراییم اما مجبوریم خرید بعضی چیزها را محدود کنیم. کاهش قرب روبل در یک هفته اخیر بر اعلان نمایان شد. اگر هفته گذشته 1000 روبل به 158 سامانه برابر بود، حالا تا 141 سامانه پایین آمده است. در روزهای اخیر قرب روبل در برابر دلار آمریکایی نیز به طور نظررس کاهش یافت. برخی تحلیلگران در دوشنبه سبب پایان رفتن قرب روبل را چنین می‌بینند. یکی از سبب‌های اساسی که با پاس شدن قرب روبل روسیه در وقت آخر من زیر تاثیر یکی از آن نویگاری هایی که مکانیزم نوی تشکل نرخ به نفت و گاز روسیه در بازار جهانی که با نظر داشتی تنظیم آن یعنی در یک سطح معین نگاه داشتن به آن آورده رساند که من در بازارهای اروپا مثلا نرخ گاز 1000 یورو به 1000 کوبمتر پس رفت که پیشتر 2.5-3 هزار دلار بود. این عامل ها به اقتصادیات روسیه تاثیر می‌رساند. اول ماه دکبر امریکا و کشورهای اروپایی برای نفت روسیه نرخ نهایی معین کردند. من بعد این کشورها یک بشکه نفت روسیه را نباید با ارزش بیشتر از $60 بخرند. درآمد اساسی مسکو از حساب فروش نفت است و تصمیم کشورهای غربی باعث پایان رفتن قرب روبل شد. برخی تحلیلگران در تاجیکستان پیش بینی می‌کنند که قرب روبل در نیم سال آینده بالا نخواهد رفت. خبری که برای مهاجران و نزدیکان آنها شاید چندان خوشایند نباشد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.